داستان که هیچ‌وقت جوابی نداشت. در سال 2013 دختری به اسم الیزا لم در هتل سیسیلن لس‌آنجلس ناپدید شد. اما چیزی که بعد از ناپدید شدنش پیدا شد خیلی وحشتناکتر از هر چیزی بود. این ویدیو از دوربین‌های امنیتی هتل آخرین تصویر ثبت شده از الیزا بود. توی این ویدیو او رفتار خیلی عجیبی داشت. انگار که کسی رو می‌بینه یا در حال فرار از چیزی بود. ولی هیچ‌کس توی اطرافش نبود. چند روز بعد جسد الیزا در یکی از تانکرهای آب هتل پیدا شد. اما سوال اینجاست: چطور یکی میتونه بدون هیچ ردی وارد تانکر آب بشه؟ این پرونده هنوز هم یکی از ملموس‌ترین پرونده‌ها در تاریخ جناییه. چه چیزی باعث شد الیزا چنین رفتارهای عجیب و مرموزی نشون بده؟ آیا کسی پشت پرده بود یا این اتفاق تنها یک تصادف ترسناک بود؟ نظر شما چیه؟ آیا این یک راز حل نشده است یا حقیقتی وحشتناک توش نهفته؟ لطفا ویدیو رو لایک کنید و از پایین همین ویدیو چنلمون رو ساب کنید و زنگوله کنارش هم روی آل بزنید.